دروگو پیوسته طعمه‌اش را تعقیب می کند. روش شکار اژدها مخفی کاری است، نه سرعت، و او از یک سامانه ناوبری قدرتمند برخوردار است. زبان دو سر و درازش یک وسیله بسیار ویژه برای جستجوی غذاست که او را به سمت هدف خود سوق می‌دهد. او با نوک زبانش هوا را مزه کرده و ذرات بو را جمع می‌کند. هر وقت زبانش را به دهانش برمیگرداند، زبانش ذرات را روی اندام جاکوبسون که بو در آن تجزیه و تحلیل می شود پراکنده می کند. نوک زبانش همچنین مسیر طعمه را نیز به او می گوید. وجود ذرات بیشتر در نوک سمت راست زبان یعنی که طعمه در سمت راست او قرار گرفته است و بالعکس. این اندامی ساده و مؤثر است. با چرخاندن سرش به چپ و راست میتواند مقادیر زیادی از هوا را مزه کند و در نتیجه میتواند لاشه را از فاصله 4 کیلومتری تشخیص دهد. رمز پیروزی در این بازی سماجت و پافشاری است. اژدهای کومودو اغلب با لقب کروکودیل زمینی شناخته می شود و درست مانند یک کروکودیل او نیز صبوری و حیله‌گری زیادی برای شکار کردن به خرج می‌دهد.